آیا هوا وزن دارد؟ چگونه ثابت بسازیم که هوا دارای وزن می باشد؟ وسایل مورد ضرورت: 2 عدد پوکانه با سایزهای یکسان، یک پایه، یک میله پلاستیکی یا چوبی یا یک دانه خطکش، یک مقدار تار و یک تا قیچی یا یک تا سوزن. روش کار: قسم است که اول 2 تا پوکانه را با سایزهای یکسان از هوا پر می‌سازیم. بعد با استفاده از خطکش یا میله چوبی و پایه یک موازنه را ایجاد میکنیم. قسمی که ما اینجا قبلا سیستم عیار ساختیم، 2 تا پوکانه را با سایزهای مساوی باد کردیم و به جای خطکش از یک میله چوبی استفاده کردیم و یک پایه را با استفاده از وسایل خیلی ساده از یک کودبند خراب شده لباس و یک کارتن ساختیم که بر شما راحت باشه، یعنی ضرورت به وسایل لابراتواری نداشته باشید. بعد با استفاده از این وسایل ما شما یک موازنه را توسط 2 پوکانه‌ای که با سایزهای یکسان باد شده ایجاد میکنیم. وقتی موازنه ایجاد شد، به این مفهوم که هر 2 پوکانه که داخلش هوا جای به جای شده دارای وزنهای مساوی است و یک موازنه را ایجاد میکنیم. یک موازنه ایجاد میکنیم. هرگاه ما بخوایم هوای یک از پوکانه ها را تخلیه کنیم، میبینیم که چی اتفاق میفته یا چی تغییرات در اینجا رونما میشه. من میگیرم هوای پوکانه بنفش خالی میسازم. در این قسمت پوکانه یک سوراخ ایجاد کنیم که از این قسمت ها به زودی میکفه. وقتی من اینجا یک سوراخ ایجاد کنم تا هوای پوکانه بنفش خارج شود، شما میبینید که موازنه در حال برهم خوردن است. پوکانه زرد میره پایین و پوکانه بنفش میره بالا. موازنه ایجاد شده از بین میره. این چه ثابت میسازه؟ این به این مفهوم که هوایی که داخل پوکانه بنفش بود وقتی تخلیه میشه وزن پوکانه را کاهش میده و این باعث برهم خوردن موازنه میشه در سیستمی که ما شما اینجا ایجاد کردیم و برهم خوردن توازن در اینجا بر ما شما این ثابت میسازه که هوایی که از پوکانه بنفش خارج شد وزن پوکانه را کاهش داد. به این مفهوم که هوا دارای وزن بود وقتی از پوکانه خارج شد باعث برهم خوردن موازنه در اینجا شد که بر ما شما ثابت میسازه که هوا در جایی که قرار میگیره و جای اشغال میکنه یا و جای پر میکنه و دارای وزن میباشه.